خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین، از اینکه همراه شما مصاحبه داشته باشیم. مردم و خانواده کسانی که فرزندانشون در مکتب‌های افغان ترک مصروف آموزش هستن، اونا نگران هستن از اینکه مکتب‌ها مسئولیتش به دولت ترکیه واگذار شد. برای رفع نگرانی‌های مردم پاسخ شما چیست؟ Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle buradan hem kamuoyuna hem öğrenci velilerimize می‌خواهیم از این فرصت اولیای شاگردان را آگاه بسازیم که هیچ نگرانی نداشته باشند. با امضای این تفاهمنامه تعداد مکاتب 2 برابر می‌شوند. در بخش ارتقای ظرفیت با سازی و مدرن کردن مکاتب پلان‌های جدید داریم. بنیاد معارف ترکیه به خاطر بهبود مکاتب افغان ترک 30 میلیون دلار را برای بازسازی و استانداردسازی اختصاص داده است. تعداد شاگردان که 7351 تنند، تعهد کردیم این رقم را به 18000 برسانیم. ظرفیت مکاتب وسعت پیدا می کند. در تعداد لیلیه ها 60% افزایش می یابند و 20% تخفیف در فیس شاگردان به بار خواهد آمد. büyük imkanlar sunmasını sağladılar. آنچه شما گفتین که شما رو مکاتب 2 برابر میکنین و تعداد دانش آموزا را 2 برابر میکنین و 20% تخفیف میتین، مشخصا چه زمانی کار صورت خواهد گرفت؟ Okulları devralmaya başladığımız andan itibaren وقتی که مکاتب را تسلیم گرفتیم این پلان اجرا می شود. در زمینه تأسیس مکاتب جدید یک کمیسیون در هماهنگی با مقامات افغان ایجاد می شود و هر جایی که ضرورت باشد مکاتب را تأسیس می کنیم. başlatılacak. آیا در رهبری مکاتب افغان ترک هم تغییرات خواهد آمد؟ Elbette takdir edersiniz ki شما ببینید هرگاه رهبری حکومت ها تغییر می کند، تیم هم تغییر می کند یا شرکت ها. ما هم از میان 1 میلیون تن معلمین خود را انتخاب کردیم و رهبری و مدیریت جدید به اینجا آمده ایم. sorumluluğu üstlenecektir. یک نگرانی است که این تغییرات به دلیل از این صورت میگیره که این افراد یا این آموزگارا با فتح الله گلن و بنیاد وی ارتباط داشتن. آیا این انتقادها یا این گزارش‌ها حقیقت داره؟ Afgan Türk okulları, Afgan Türk Çağ Eğitim Kurumları diye geçiyor. Çağ Eğitim Kurumları Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. نهاد آموزشی چاغ تنها در افغانستان نه بلکه در ترکیه و پاکستان هم فعالیت داشت و این نهاد مسئولیت رهبری مکاتب افغان ترک را داشت. در ترکیه کسانی که از نهادهای آموزشی به رهبری چاغ فارغ میشد به رسمیت شناخته نمی شدند. همچنان اسناد ایشان از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی که 59 کشور عضو آن است هم رسمیت نداشت. به خاطر جلوگیری از متضرر شدن شاگردان ترکیه تصمیم گرفت تا مسئولیت مکاتب چاغ در نقاط مختلف جهان را به دوش خود بگیرد. چرا از قبل پیش از این کودتا در ترکیه صورت بگیره؟ چرا از او زمان مکتب‌های افغان ترک مسئولیتش به دولت ترکیه انتقال داده نشد؟ Türkiye Maarif Vakfı darbe girişiminden önce kuruldu. 2010 yılından به خاطر تأسیس بنیاد معارف ترکیه از 2010 به این سو آمادگی داشتیم و این بنیاد پیش از کودتای نافرجام در ترکیه ایجاد شده بود و هدف این بود تا فعالیت‌های آموزشی را در نقاط مختلف انجام بدهد. بعد از کودتا دولت ترکیه تصمیم گرفت تا بنیاد معارف مسئولیت مکاتب مربوط به چاغ را به دوش بگیرد و به فعالیت آموزشی ادامه دهد. دولت ترکیه اول از انجوها حمایت می‌کرد به همین هدف تا انجوها در کشورهای مختلف فعالیت تعلیم و تربیت را به پیش ببرند و روابط ترکیه با کشورها را تقویت بخشد. این انجوها از اعتبار، بیرق و امکانات دولت و شهروندان ترکیه استفاده کردند. این انجوها به جای اینکه روابط کشورها را تقویت کنند، بلکه روابط را متضرر ساختند و علیه ترکیه پروپاگاند انجام دادند و به همین لحاظ بنیاد معارف ایجاد شد و مسئولیت را به دوش خود گرفت. vakfa yani devlet garantili bir vakfa devretmiş olacaklar.